سلام، من محمد حسین تقی‌پور هستم. اومدم 5 تا گروه مواد غذایی را براتون توضیح بدم. گروه اول گروه ویتامین ها هست که شامل سبزی ها و میوه ها میشه. فایدهش هم برای بدن اینه که به بدن ویتامین میرساند و باعث درست کردن بدن میشود. گروه بعدی گروه شیر و لبنیات میشه که شامل شیر، پنیر، ماست، دوغ شامل اینا میشه و فایدهش هم برای بدن اینه که استخوان‌های ما رو محکم میکنه. گروه بعدی گروه پروتئین ها هست که این گروه شامل حبوبات، تخم مرغ، گوشت ها. فایدهش هم برای بدن اینه که برای رشد بدن لازم است. گروه بعدی گروه غلاته. گروه غلات که شامل نون، سیب زمینی، ماکارونی و فایده‌اش هم برای بدن اینه که به بدن انرژی میرساند. و گروه بعدی گروه چربی ها هست که شامل کره، روغن میشه. فایده‌اش هم برای بدن اینه که به بدن انرژی میرساند و زیاد خوردن آن برای بدن زیان است.